این پروژه ها شامل تمدید لاین انتقال برق 110 کیلوولت از سب استیشن مرکزی در ولایت فاریاب به ولسوالی های بلچراغ و گرزیوان، ساخت سب استیشن 110.20 کیلوولت در ولسوالی بلچراغ و توسعه شبکه های توزیع برق از طریق ترانسفورمرهای 18 میگاوولت آمپیر در ولسوالی بلچراغ و ترانسفورمرهای 5 میگاوولت آمپیر در ولسوالی پشتونکوت این ولایت می شود. در مراسم مذاکره مولوی عبدالاحد فضلی والی ولایت فاریاب حضور داشت. علما و بزرگان این ولایت با اشاره به تطبیق پروژه های عامل منفعه و انکشافی از سوی امارت اسلامی در کشور، افتتاح پروژه های یاد شده را گام مهم در راستای تنویر خانه های مردم دانسته و پیشنهادهایی را برای رفع مشکلات مردم از جمله آغاز بند دهندره و ارتقای شفاخانه ولایتی مطرح کردند. ما مردم ولایت فاریاب به مقامات رهبری و شخص حاجی مولا صاحب پیشنهاداتی داریم که امیدوار هستیم با استفاده اعظمی از صلاحیت‌های کاری خویش دلسوزانه به تحقق آن اقدام کرده همکاری نمایند. احداث و قرارداد کار سرک مواصلاتی میمنه الی دهندره یکی از خواسته های ساکنین این محل از توجه مقامات محترم را در زمینه معطوف می داریم. ملت مسلمه ما تقریبا 40 میلیون مسلمانی که در این کشور است، مرد و زن، پیر و جوان، مسئولیت دارند. واجبشان است، فریضهشان است، ذمه داریشان است که این نظام را با دندانهای کلان خود مبارک گفتن با نواجذ سنت ها را محکم بگیرین. این نظام نمیتون محکم بگیرین که دیگه دشمن در دنیا تا قیامت ابرقدرت‌های دنیا در کشور ما دیگه امید و توقع نکنه. باید که این پروژه را آوردن تطبیق کردن از بزرگان امارت اسلامی، از مسئولینی که با داخل فاریاب هستند و در سطح ولسوالی و ولایت فاریاب قرار دارن. از کلشون تشکری میکنیم که اینا تلاش کردن که پروژه بیاید و تطبیق شود. و همین دو مشکل عمده‌ای که ما ولسوالی گرزیوان بود، مشکل سرک و مشکل برق، انشالله توجه بکنن، دیگه مشکلات کوچک باز انشالله رفع میگرده. معاون شرکت تطبیق کننده پیرامون مشخصات پروژه های مذکور روشنی انداخته گفت با تطبیق آن 3 ولسوالی فاریاب از نور برق مستفید می شوند. یک مژده خوب برای مردم ولایت فاریاب است که در اوجا انتقال لاین، اعمار سب استیشن، 2 سب استیشن در ولسوالی های بلچراغ و گرزیوان و همچنان توزیع شبکه برق به 3 ولسوالی بلچراغ، گرزیوان و پشتونکوت است که در مجموع 335,000 هموطن ما ان شاء الله تعالی بعد از تکمیل پروژه از نعمت برق مستفید میشن. وزیر انرژی و آب ضمن